سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. اسمم پارمیسه. سلام، صبح بخیر. منم پردیسم. این آخرش من کشیدم و دیدی پارمیسه. پردیس خواهر منه. تا حالا تو ویدیوها دیدینش، البته بیشتر زحمت ویدیوها رو پردیس میکشه دیگه. امروز بهش گفتم که بیا تو ویدیو. برای منم اول خیلی سخت بود که بیام تو ویدیو حرف بزنم و واسم خیلی عجیبه، دفعه اولمه. به پریس هم گفتم بیا عادت میکنی و خیلی خوش میگذره اینجوری حرف بزنی، اینا بامزه است. امروز ما تصمیم گرفتیم که بریم کجا؟ یونین ویل. یه روستایی تقریبا 1 ساعت راه ما بخوایم بریم، ولی جالبه. یه شهر خوشگلیه که تقریبا خونه ها شکل خونه های مثلا فرانسوی و اینا، خیلی باحاله. من یه بار پارسال رفتم توی کریسمس هالووین رفتم، جالب بود. بعد به پردیس گفتم بیا بریم اونجا رو ببینیم، خوشگل. آره امروز بریم اونجا، برای شما فیلم برداری میکنیم، امیدوارم خوشتون بیاد. یه روزای خیلی خوبه، خیلی ویزای خیلی قشنگی هم میاد. هوای مورد علاقه بچه‌ها. آره خیلی هوا رو دوست داریم، نه سرده نه گرمه، ابر و یه نمه بارونی هم میاد و گفتیم که چرا که نه، بهتر از تو خونه نشستنه. امروز هم جفتمون بیکاریم، گفتیم که وسط هفته هم هست، ممکنه یه ذره خلوت‌تر باشه، با اینکه هنوز مدرسه ها شروع نشده، هفته‌های آخراست، همه ممکنه برن بیرون، ولی گفتم حالا بریم ببینیم چه جوری میشه. بریم شروع کنیم، میبینیمتون. چه اسمو ندیده بودم. اینجا اتوبوس آشاوا 56 رو باید سوار بشیم. اینا بهش میگن گو. سبزه، هم قطار داره هم اتوبوسیه، بین شهری حرکت میکنه. اینجا مال ویلچری ها بود، نبسته بازش. اینقدر این شیک نشسته اینجا، عاشقش شدم، بامزه. اینجا ورودی یونین ویله که این سمتش میره سمت پارک جنگلیش، ولی ما مستقیم میریم که بخوایم بریم توی شهرش. ولی این ورش هم خیلی قشنگیه، جنگل خیلی خوشگل داره. ما مستقیم قرار داریم. اینا رو هم الان دیدم، نمیدونم چیه، خیلی جالبه. اصلا غنچه است یا اینکه خود گلش این شکلیه، خیلی بامزه است. دوست دارم بترکونمش ببینم توش چیه. خیلی خوشگله. حالا اینجا شبش خیلی قشنگتره، این چراغاش توی خیابون روشن میشه، فوق‌العاده است. حالا یه بارم حتما شب میام اینجا ویدیو میگیرم. سبک خونه هاشون این خونه های قدیمی. آخه چه قشنگ، آلوه نه؟ هاست که پله میخورد میرفت بالا. فکر کنم اون رو ببشت انقدر خوشگل. اینم تراسش خیلی جیگره. ای خدا، فکر کنم اکثرشون هم از این بازنشسته هان. اینجا فکر کنم زمین بسکتشه که بچه هاشون میان بازی کنن. اینم همون جنگل است که ورودیشون طرف بود. خونت اینجا باشه، تراسش اینجا، بعد بی اینجا تو جنگلش راه بری، اسرابی اینجا رو نیمکتش بشینی. به به، خیلی خوشگل. آرچایی که به این درخت در اومده چقدر مزه است. نمیدونم میشه بهش دست زدی یا نه، ولی فکر کنم اینم جلوی در خونهشون انقدر با سلیقه درست کردن، چون میدونن اینجا یه
حالت تفریح توریستی داره خیلی به خونه هاشون و جلوی در خونهشون تمیزی خیابوناشون میرسن، چون تقریبا جای توریستیه و اینکه مردم مثلا برای اینکه حالا ناهاری بخورن یا تفریح بکنن یا بخوان قدم بزنن یونین ویلو میان. درخت میوه دیگه است، فکر کنم که یا عنابه یا سیبه. من یه بار قبلا خوردم، توش مثل زالزالک میمونه. بذارین یه دونشو بکنم، تقریبا مثل زالزالکه، توش بیرونش مثل سیبه. چقدر خوشگله، ای خدا. نمیدونم میوه چیه، اینا شبیه سیبه یا آلوه، نمیدونم چیه دقیقا، ولی پر میوه است و خیلی خوشگله، خیلی نازه و پر عطر میوهش، قشنگ بوی سیب میده. سیبه فکر کنم. چند تا بچینیم. ای خدا، تا اون بالا پر میوه است. درخت دیگه سیبم اینجاست، یه عالمم ریخته رو زمین. واقعا دلم میخواست الان همه اینو میچیدم. خدا، این ایستگاه اتوبوس اینجا با جاهای دیگه فرق داره. چقدر کیوته، ای خدا، قشنگ عین این فیلم ها میمونه. این فقط اینجا این ایستگاه اتوبوس رو میبینی فکر کنم. البته من فقط اینجا دیدم. سماقه دیگه، فصلش گذشته، ولی از وسط های تابستون اینا پر سماقه و قرمز. حالا الان یه خورده زرشکی. بعد حالا پردیس دیگه میگه زشته نکن، ولی من اینا رو اگر که این مال سماق رو قشنگ بگیرین اینجوری میتونین خشکش بکنی، این دونه های توش رو قشنگ میشه ازش استفاده کرد. یه خیابونم اون، یه خونم خیابون، یه خونه، ای بابا، یه خونم اون طرفه که خیلی خوشگله. آبی، من عاشق این رنگ آبیم. من ایستگاه اتوبوسی که دیگه اونور. ای خدا چقدر کیوته. نمیدونم اینجا چیه، سپا فکر کنم، سالن سپا و ماساژ این خونه. با مزه است. اینم که دیگه کاملا ورودی روستاه. اون یکی آخریه چقدر رنگش و همه چیش برمزه است، ولی اگه به من بگن که یه شب تو این خونه بمون، راستش فکر نکنم بمونم. شبیه خونه جنی میمونه، قشنگ از اوناست که جن شب میاد یه ماچت میکنه. قشنگ یه شب پر آسایش رو میتونین توی این خونه قشنگ تو اون اتاق بالایی زیر شیروانی تجربه کنین. نه من واقعا این در خونهش این بالا، این ساخت مجسمه خیلی کریپیه. از بیرون خوشگله ولی این خوشگله. چقدر قشنگ درستش کرده، پیش رسیده. این روزای جالبی. من فکر کنم اینجا بیشتر جای بازنشسته هاست.
بیشتر بازنشسته ها فکر کنم اینجاها زندگی میکنن و اکثرا هم خونه های خودشونه، یعنی مستاجر فکر نکنم بتونه اینجاها خونه اجاره کنه. اینم فکر کنم کلیسای محلشونه. یک شنبه ها ساعت 10. کلیساش هم خیلی خوشگل. واقعا منو یاد این فیلم های قدیمی میندازه، مثل پزشک دهکده، مزرعه قلب ها، زنان کوچک. قشنگ منو یاد این فیلم ها میندازه، اون لباس های خوشگلشون. اینم ریل قطارشه. خوشگله بابا، به نظر من ریل قطارش هم قشنگ مثل توی فیلم ها میمونه. بکنم اون جلو یه مراسمیه، من ببینیم چیه. خاصی نیست، یه جایی اینجوری با گلا تزیینش کردن، مردم وای میستن عکس میگیرن. اینجا چیه؟ آهان، اینجا گیاه و گلدون و این چیزا میفروشن. این برم باز اسپاه. چقدر جالب، چقدر اسپاه اینجا داره پرسیز. کم خیلی خیابون شلوغ و پرتنشی دارن، زندگی پرتنشی دارن اینجا. اسپاه دارن. اینم گل فروشیشه. خدایا چقدر اینجا کیوته. یه دونه کاکتوسش 5.99. آره. اینم توشه. چقدر خوشگل. یه دونم آرایشگاه اینجا داره، محلشون. اینم اینجاش. برکه اینجا داره. ای خدا این برکه و اینجاش خیلی خوشگله. تو اکثر خیابونای کانادا تو محله ها این چیزا رو نمیبینین، یعنی قشنگ مشخصه چون که اینجا یه حالت توریستی داره. شهردار این محله خیلی به ظاهر شهر میرسه. اینجا اون جایی بودش که شلوغ بود، من فکر کردم که یه مراسمیه، ولی اینجا رو درست کردن که مردم بیان باهاش عکس بگیرن. چقدر خوشگله. آره مسئولیه. برو وایس عکس بگیر. برو. خوشگله. ای خدا. اینم جواهرات و زیورالات میفروشه. دوباره اسپا. چقدر اسپا اینجا داره، یعنی هر قدم به قدم یه دونه اسپا، یه دونه اینجا، یه دونه اونجا، یه دونه اون طرفتر. کافه است. چقدر گوگولیه. بسته است. این یکی چیه؟ یه کافه هم این ور، یا همینه؟ بچه اونو زده تعطیله. فکر شب اینا رو هم روشن میکنم. باید حتما یه بار شب بیام اینجا ویدیو. وای سیبا رو. من دوباره درخت سیب پیدا کردم، سیب درشتر. تو این کافه هست. چقدر این چراغاش خوشمزه. حتما باید یه بار شب بیام. این شب دیگه خیلی خوشگل تر میشه. این اینجا دیگه تو پراپرتی ایناست، نمیشه سیبشون رو کردی که خوشگله. اون چی اون بالا به نظره؟ ما هرچی نمیدونیم چیه، من حد میزنم اسپا باشه.
یه فستیوال موزیک های جاز بوده 16 و 17 یعنی دیروز فکر کنم آخریش بوده. ای کاش میدونستیم میومدیم. آره معلومه اینجا رو جمع کردن ولی پیروز اینجا یه فستیوال بوده. رستوران محلی اینجا. آها رستوران هندیه. من فنش نیستم ولی جاش قشنگه. یه گالری اینجا ببینیم میتونیم بریم تو، بهمون اجازه میدن فیلم برداری کنیم. ببینیم چه شکلیه. اینجا یه شاپه که فکر کنم لباسایی خیلی خاص که خودشون دیزاین و طراحی میکنن. دیزاین و طراحی یکیه دیگه، پارمیز دیزاین میکنن. تیل امروز دقیقا هم نوشته که 18 ولی توش باید خیلی خوشگل باشه. لباسا و جواهراتیه که خودشون طراحی کردن. خیلی لوکاله همه چی. همین خوشگلش میکنه. شاید از همین شاپ ها خیلی جاها باشه ولی توی این محله یه وایب خیلی خوبی میده. و یه چیزی که اینجا خیلی باحالش میکنه این که واقعا سکوت و آرامش. حالا اینجا کانستراکشن دارن، الان اینجا دارن بازسازی میکنن، با این وجود محله آرومیه. بله بازم میبینیم اسپا. یعنی از اول از اون آخرین اسپایی که رد شدیم واقعا 10 قدم نگذاشته دوباره یه اسپای دیگه. خیلی دلم میخواد بدونم چرا اینقدر اسپا داره اینجا. و تو لوازم آرایشی داره، حتما از این لوازم آرایشی هایی که دستساز خودشون درست میکنن و برای تراپیه. ولی اکثرشون تعطیلن امروز. عصر یا شب. آره مردم بیشتر این تایما میان. از همین بیرونش یه بوی خیلی خوبی میاد. اینجام بستنی فروشیه. یه بستنی فروشی خیلی معروفه توی یونیون ویل. مردم میان اینجا بستنی میگیرن. بابل تی and flavors. یونیون ویل. بستنی مختلف داره. حالا میاییم بعدش اینجا بستنی میخوریم. یک کافه بستنی. آها من اینجا رو اومدم، اینجا رو پارسال هالووین اومدم بستنی خوردم. اون یکی بسته بود ولی اینجا رو اومدیم با یکی از دوستان بستنی خوردیم. خیلی هم خوشمزه بود و خیلی هم کسی که توش کار میکرد دختر خوش برخوردی بود. خیلی خوشگله. چه بازنشستگی منم این شکلی باشه، اینقدر ریلکس توی محله خوب بشینم با رفیقم. اینجا بریم ببینیم میتونیم بریم توش. اینجا میتونیم سفالگری انجام بدیم، خودمون نقاشی کنیم و بیاریمش خونه. ببینیم میتونیم بریم الان انجام بدیم. ولی مثل این که بعد اینجا اینو اسکن بکنیم، رزرو بکنیم. آها میتونیم هم همین جوری هم بریم جوری که نوشته. ببینیم میتونیم این ظرفای خامو انتخاب بکنیم. حالا مثلا قیمت داره، مثلا این $30. اینو برمیداریم. پرس خوشش اومد. اینجا میتونی اینا رو برداری انتخاب بکنی. چقدر تراش چقدر این پاپانا بایستان. ای خدا اینو
دورش رو نگاه. اینجا میتونی اونا رو انتخاب بکنی. بعد میتونی روی این میزا بشینی، اونجا اون رنگ و اینا هست و رنگ کنی این چیزی که دلت میخواد، بعدش هم بخری و ببریش. حالا ما میخوایم پردیس این هاپوه رو انتخاب کرد. قرار این هاپوه رو بگیریم رنگش کنیم. میخوایم الان از این رنگ ها استفاده کنیم. قلم و اینا برامون میذارن. خیلی انتخابات خوشگله. آره صندوق بچه‌مون، پاپومون این شکلی همه نشستن. دیوارش خیلی خوشگله با مزه. اینم رنگشون میتونیم از اینجا برداریم. حتی آقای گفت بهمون که بشینید براتون میارم. بیایم اینجا رنگ برداریم براش. بعد گفتش که 3 نوع رنگ داره، یکی این مدله، یکی این مدله، یه مدل دیگه هم رنگ داره. بعد قلم هم برامون آورد. اینا رو هم گفتش که وقتی که میخوایم دورگیری کنیم یه جاهای ظریف رو بکشیم با اینا بکشیم. دستمال اینا برامون گذاشته میده. شروع کنیم به طراحی و رنگ و هر کار دوست داریم. رو میزنیم توی این. بچه‌م فندا کلوش روشن‌تره. توی رنگ می‌کنیم. چقدر بامزه است. دونایی توی رنگشو می‌بینی؟ اینه. توش یه سری دونه داره. حالا مثلا می‌تونی برای تنش از این قهوه‌ای استفاده کنیم اینجوری. اینجا میتونیم از این قهوه‌ای استفاده کنیم. بعد نوشته که اینجا اگه یه بار بزنی اینجوری، 2 بار بزنی مثلا پررنگ‌تر میشه، 3 بار دیگه پررنگ‌تر. چقدر سریع هم خشک میشه. ما میرو رنگ میکنیم دوباره. خیلی حس آرامش بخشی داره. اینقدر این آقایی که اینجا کار میکنه خوش برخورده که اصلا بیشتر رفتار خودش خیلی جذب کرد. نمیدونم مثلا واسهش خیلی درآمد اینجا داشته باشه یا نداشته باشه، چون الان شلوغه. یعنی شلوغ که خب حالا بالاخره چند نفری هستن، ولی من فکر کنم بیشتر یه حالت تفریحی و فان واسه خودش داره. همکاری من و پردیس. اینم پشتش اینجوری، پشتش هم نوشتیم صندوق، اسم هاپو. نتیجه نهایی. حالا قراره اینجا بذاریمش که لعابش بدن. 2 هفته دیگه میتونیم بیایم برش داریم. این لعاب دادن هم رو خودش، یعنی این $30 که دادیم واسه این نقاشی کردیم و لعابش میدن، همون $30. تموم شد. اینا هم گذاشتم واسه خودم.
چند تا باره که کنار همه. خوشگله دیگه. اینا رستوران و بار و ایناست دیگه. خلاصه ما فکر کنیم که بریم همون بستنی فروشیه بستنیشو بگیریم. رستورانش با رستورانش خیلی جالبه، شبیه رستورانای چوالوسه که میری پایین تخت گذاشتن لب رودخونه. یاد اونا افتادم. اون ورودیش خیلی خوشگله و پت فرندلی هم هست رستورانش. حتی استارباکسش هم وایبش فرق داره با استارباکس هایی که توی شهره. قشنگ این وایبه رو میده که با این لباس ها خانمای محل همه جمع بشن برن کلیسا و از این جلسه هایی بذارن که دور هم جمع میشن تو این فیلم ها. قشنگ وایب اون شکلی میده. گالریه، بریم ببینیم که اینجا بازه. بعد گالریش هم در ورودیش این طرفه. اینجا هم استودیوی نقاشیه. من عاشق استودیوی نقاشیه. از همین بیرونش معلومه بوی خوبی میاد. اینجا استودیویه که بچه هاشون دارن کارهای هنری انجام میدن. یاد زمان خودم افتادم میشستیم کف زمین نقاشی میکشیدیم واسه جوجمانامون. اونم استادشونه که بعد بهشون نمره بده. که آخرش رستوران و بار و ایناست که ما داریم برمیگردیم بریم اون بستنی رو هم بخوریم. حالا البته نمیدونیم اینجا کافه هاش هم خوبه، یا قهوه میخوریم با کروسان یا میریم بستنیشو میگیریم. بعدش هم دیگه میریم سوار میشیم میریم خونه، چون که هم هوا بارونیه همین که یه کوچولو سرده. ما امروز خیلی آماده نیومدیم، یعنی با آستین کوتاه اومدیم. یا دیدیم این داروخانه‌شه، همینقدر قدیم، یعنی واقعا هم کار میکنه، یعنی یه جای تاریخی نیست فقط واسه نمایش، واقعا داروخانه است. این طرف هم کلینیکشه. چقدر وایبش خوشگله. جا ما سفارش دادیم، یکی فرروشو سفارش دادیم، یکی دوبای چاکلتش رو سفارش دادیم که سینگلش $7.10 و توی مونم میتونیم بگیریم و توی لیوان. Thank you. بکنم این دوبای چاکلتش. Thank you. Awesome, thank you. Have a good day. Thank you. وای پله رو ندیدم. پله رو ندیدم. اونم گرفتیم تو هوای سرد و زیر بارونی با موهای منو. اینجا هم خوشمزه یه گاز بزنیم. خیلی خوشمزه. واقعا توش پر پستو و کنوفه است. چطوره؟ عالی. خوبه که تو هوای بارونی میچسبه. اینجا هم الان قطارش رد میشه. خب اینم از امروز
چطور بود؟ عالی بود واقعا. یه جای خیلی، چون من کلا جایی که قدیمیه خیلی دوست دارم. آره. بعد مدل خونه هاش، خیابوناش، همون چراغاش، همه چیز خیلی قدیمی بود و یعنی همون سبکشون رو نگه داشتن. دقیقا. من اینجوری بودم که یعنی واقعا اونها اینجوری زندگی میکردن، اینقدر همه چیشون کنار هم دیگه بود، مثلا چوبشون همه چیز خیلی خوب بود، فضاش واقعا قشنگ به جای همتون خالی. ما هم دیگه دیدیم هوا داره سرد میشه، این سرد شده دیگه، بریم خونه، سوار اتوبوس بشیم و دیگه بریم سمت خونه. گفتیم همینجا از شما خداحافظی کنیم، توی ویدیوی بعدی میبینیمتون. ویدیوی بعدی خداحافظ.